امروز میخوایم داستان یه عده دختر پسر رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه با یه تیم فیلمبرداری میرن توی جنگل دور افتاده تا بتونن توی مسابقه آخرالزمانی شرکت کنن، میفهمن تو اون جنگل یه خانواده آدمخوار زندگی میکنن و سعی دارن همشون رو به دام بندازن تا بزننشون به سیخ و بخورنشون. به کانال فیلمینو خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم Wrong Turn 2 Dead End. در ابتدای داستان ما توی جاده جنگلی دختری به نام کیمبرلی رو میبینیم که داره به سمت محل برگزاری یه مسابقه آخرالزمانی میره، اما بین راه مسیر رو اشتباه میره و طولی نمیکشه که با ماشینش میزنه به یه پسر نوجوان. یکم بعد کیمبرلی پیاده میشه که ببینه طرف زنده است یا مرده، اما زمانی که میخواد با پلیس تماس بگیره میبینه تلفنش آنتن نمیده و به خاطر همین خودش میره بالای سر طرف و اینجا میبینیم که اون یارو قیافه عجیب و غریبی داره. تو همین لحظه پسر به هوش میاد و لبای کیمبرلی رو گاز میگیره و میخورتشون و بعدش هم برادرش میاد اونجا و با یه تبر میزنه و اون دختر بخت برگشته رو دو شقه میکنه تا بتونه با برادرش به سمت خونهشون حملش کنه. بعدش همون اطراف میبینیم که اون مسابقه آخرالزمانی که کیمبرلی میخواست تو شرکت کنه داره شروع میشه و اینجا میبینیم که کارگردانش پسری به نام مایکله و تهیه کنندش هم دوست دخترش ماراست. این مسابقه یه لیدر گنگستر به نام دیل داره که یه ارتشی سابقه، اما اینجا اونا یه مشکل بزرگ دارن و اونم اینه که یکی از شرکت کننده هاشون، یعنی همون دختر کیمبرلی که دیدیم یکم پیش به کار رفت، به محل مسابقه نرسیده و به خاطر همین مایکل از دوست دخترش مارا میخواد که به عنوان نفر ششم توی این مسابقه شرکت کنه و اونم قبول میکنه. حالا اجازه بدید که شرکت کننده ها رو از نر به ماده بهتون معرفی کنم. شماره 1 جیک، شماره 2 جونزی، شماره 3 نینا، شماره 4 النا و شماره 5 هم آمبر. اونا تو این مسابقه قراره تو جنگل به گروه‌های 2 نفره تقسیم بشن و برن نشانه‌هایی رو پیدا کنن تا با حل کردن معماش در نهایت یکیشون برنده مسابقه بشه. یکم بعد اینکه بچه‌ها با دوربینایی که کنار صورتشون نصب شده راه میافتن و اینجا ما از طریق دوربینای داخل آروی میبینیم که یکی از اعضای تیم فیلمبرداری در حال شاشیدن پای یکی از درخت‌ها توسط یکی از اون آدمخوارا سلاخی میشه. بعدش زمانی که دیل میره تو جنگل یکی از آدمخوارا به سمتش تیر پرتاب میکنه و بعدش یکیشون از پشت میزنه و ناکوتش میکنه. از اون طرف و کنار رودخونه میبینیم که مایکل از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه جک و النا رو وارد ناموس همدیگه کنه و ازشون یه فیلم سوپر مشتی بسازه. بعدش میبینیم که مارا و نینا پاشون میخوره به یکی از علائم بازی و حالا اونا برای جلوگیری از شکست خوردنشون باید هرچه سریعتر یه کارت رو داخل یه دستگاه قرار بدن که میبینیم مارا با بدبختی موفق میشه این کار رو انجام بده. حالا اجازه بدین که برگردیم به مراحل تولید فیلم سوپر النا و جک، چون که النا جلوی دوربین مایکل ممه‌هاشو پریشون میکنه، ولی اینجا جک که میفهمه قضیه چیه میرینه به هیکل مایکل و اون مکان رو ترک میکنه چون با پخش شدن فیلم سوپرش تو اینترنت مخالفه. بعد رفتن جک النا به مایکل پیشنهاد میده که اون باهاش بخوابه و این در حالیه که یکی از اون آدمخوارا داره بهشون نگاه میکنه و جق میزنه. یکم بعد نینا و مارا هم میرن اونجا و اونها رو در حین عملیات میبینن و اینجا مارا به خاطر خیانت گوزپسرش بدجوری ناراحت میشه و همین باعث میشه که نینا ازش بخواد که بره و مادر دوزپسرش رو بگاد و برینه به هیکلش، اما مارا میگه من عرضه همچین کاری رو ندارم. از اون طرف تو جنگل جونزی و آمبر یه باربیکیو بی صاحب رو پیدا میکنن و برای اینکه یه شکمی از عزا در بیارن گوشتش رو با خودشون از اونجا میبرن. بعدش همزمان دیل در پوزیشن سر و ته به هوش میاد و بعد اینکه جسد یکی از همکاراش رو میبینه یه آدمخوار خارپسته میاد و آزارش میده چون به زودی قرار سلاخیش کنه. خلاصه مارا و نینا هم توی جنگل یه کلبه رو پیدا میکنن و زمانی که میرن داخلش تا شاید مارا بتونه یه تلفن پیدا کنه و بخواد که یکی بیاد دنبالش، اون تو چشمشون به عکس خانوادگی یه خانواده عجیب و بد ترکیب میفته. تو همین لحظه اعضای اون خانواده برمیگردن
و مارا و نینا هم مجبور میشن برن توی اتاق، اما اونا میبینن که یکی از زنای اون خانواده زایمان میکنه و یه بچه فوق‌العاده زشت رو به دنیا میاره. یکم بعد یکی از دخترای خانواده مارا و نینا رو میبینه و فوراً بهشون حمله میکنه، اما اونا موفق میشن از طریق توالت خونه فرار کنن و برن تو جنگل. ولی خب یه دفعه یکی از مردا اونا رو میبینه و با تبرش میزنه مخ مارا رو داغون میکنه. اون بعدش میره دنبال نینا، اما اون خودش رو مخفی میکنه تا اینکه یکی دیگه از آدمخوارا با یه ماشین که جسد مارا رو بسته روش میاد اونجا و بعد جویدن یکی از انگشتای مارا پرتش میکنه بیرون و همین باعث میشه که نینا بفهمه که اون لعنتی‌ها آدمخوارن. خلاصه بعد رفتن اون بیناموسا و فرار کردن نینا برمیگردیم پیش مایکل و النا و میبینیم اونا عملیاتشون رو تموم کردن، اما اون آدمخواره هنوز داره جغ میزنه. یکم بعد مایکل از اونجا میره ولی النا میخواد همونجا بمونه تا خودش رو برنزه کنه. ولی یه دفعه خواهر آدمخواره میاد اونجا و به خاطر اینکه رو برادرش کراش داره وسط جغ زدن میگیرتش و حسابی چکشش میکنه و بعدش هم میره دنبال الینا و با کون لخت لب رودخونه دخلشو میاره. از اون طرف دیل موفق میشه یه دونه بزنه تو خایه‌های اون آدمخواره و بعد اینکه میبینیم خودشو آزاد میکنه با اسلحه خود اون آدمخوار میزنه مادرشو میذاره تو کون خر خضر نبی. همزمان میبینیم که مایکل برگشته تو آروی و اونجا میبینه که دوربینا دارن یکی یکی قطع میشن، اما تو همین لحظه دوتا آدمخوار میان اونجا و مایکل و آرویه رو با هم از اونجا میبرن. بعدش تو جنگل میبینیم که جیک هم اومده پیش جونزی و آمبر تا باهاشون کباب بخوره، اما یه دفعه نینا سراسیمه میاد پیششون و اتفاقی که واسه مارا افتاده رو براشون تعریف میکنه، اما اونا باور نمیکنن که تو اون جنگل یه خانواده آدمخوار زندگی میکنن تا اینکه چشمشون به خالکوبی رو اون گوشت میفته که باید بدونی که متعلق به همون دختری اول فیلم کیمبرلی بوده. اونا بعد فهمیدن این موضوع فرار میکنن تو جنگل تا برن سمت آروی و بعدش میبینیم که دیل میره داخل یه کلبه و اسلحه‌شو میذاره پس کله یه مرد سالم، ولی همزمان بچه‌ها میفهمن که آروی از اونجا رفته. یکم بعد اون مرد داخل کلبه ماجرای اون خانواده رو واسه دیل تعریف میکنه و میگه 30 سال پیش پساب‌های شیمیایی یه کارخونه سرازیر شد تو آب آشامیدنی اهالی این منطقه و بعد اینکه مردم فهمیدن که آب اینجا آلوده شده کلهم اجمعین از اینجا مهاجرت کردن و فقط یه خانواده اینجا موند که به مرور زمان به خاطر استفاده از اون آب بدنشون دچار تغییرات شدید پوستی شد و علت آدمخوار شدنشون هم این بود که هیچ جونوری دیگه توی این منطقه زنده نمونده بود که شکارش کنن. اینجا اون یه دفعه به دیل حمله میکنه چون اون آدمخوارا جز خانواده‌اش هستن، اما خب دیل موفق میشه با استفاده از یه سری دینامیت تن لشش رو منفجر کنه. همزمان تو جنگل بقیه چشمشون به اون خواهر برادره میفته و موقع فرار نینا میفته توی تله، اما جیک از بقیه جدا میشه و میاد از اون تو درش میاره و بعدش برای فرار از دست دختره با هم میپرن تو رودخونه. یکم بعد آمبر و جونزی جفتشون توسط دوتا تله گیر میافتن و یکی از آدمخوارا میاد سمتشون و تیر و کمانشو میده به برادر کوچیکش تا باهاش جیک و آمبر رو بکشه که خب اونم این کارو انجام میده. بعدش میبینیم که جیک و نینا میرن توی ساختمون متروکه که میبینیم متعلق به همون کارخونه هست و اونجا بعد اینکه صدای فریاد زدن مایکل رو میشنون میرن تو آروی، اما میبینن که این یه تله بوده چون اونا توی یه جای دیگه سر مایکل رو میبرن و بعدش هم اونا رو هم میگیرن. در کل اون لاشیا موقع پختن و خوردن گوشت انسان جیک و نینا رو جلوی چشم خودشون نگه میدارن تا موقع تموم شدن گوشتاشون دخلشون رو بیارن، اما اونها نمیدونن که گنگستر داستان دیل اومده اونجا تا مادرشون رو بذاره تو کونشون. یکم بعد اون با ایجاد سر و صدا آدمخوارا رو میبره تو پارکینگ ماشینای آدمایی که کشتن و اونجا با یه روش خارپسته‌ایانه موفق میشه دوتاشون رو با دینامیت منفجر کنه و بعدش هم میبینیم که میره و جیک و نینا رو هم آزاد میکنه. بعد فرار کردن جیک و نینا دوتا دیگه از اون دیوسا میان و دیل رو میکشن و بعدش هم میرن دنبال بقیه. در کل اونا به خاطر کشته شدن اعضای خانواده‌شون بدجوری عصبانی‌اند و بعد اینکه موفق میشن جیک رو پیدا کنن سعی میکنن بندازنش توی دستگاه پرس، اما تو همین لحظه نینا میاد اونجا و باهاشون درگیر میشه و بعدش
هم جیک مرده رو میندازه تو اون دستگاه پرس، اما زمانی که دختره میره به کمکش، نینا دکمه اهرم فشار دستگاه پرس رو میزنه و جفتشون رو تبدیل به گوشچرخ کرده میکنه. آخر داستان هم میبینیم که دوتا بازمانده داستان جیک و نینا با برداشتن ماشین کیمبرلی از اونجا فلنگو میبندن، ولی خب هنوزم تو اون جنگل آدمخوارا در حال زاد و ولد هستن. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین و عذرخواهی من رو به خاطر گرفتگی صدام بپذیرین. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.